یه لحظه وایسا. تا حالا به این فکر کردی چرا بعضی وقتا پنهون کردن از نشون دادن قوی تره؟ کارل یونگ میگه اون چیزی که آدم به بیرون میپوشونه انعکاس ناخودآگاهشه. یعنی پوشش فقط لباس نیست، یه جور بیانیه است. یه راه برای این که بگی منو با ظاهر قضاوت نکن، فکر و اندیشه من مهمتره. یه بار تو کلاس روانشناسی یه خانم با چادر ساده اومده بود تو جمع. اولش همه به پوششش خیره شدن، اما وقتی شروع کرد به حرف زدن دیگه کسی چادر رو نمیدید. همه محو اعتماد به نفس و کلماتش بودن، نه ظاهرش. اونجا فهمیدم حجاب همیشه برای پنهون کردن نیست، بعضی وقتا برای آشکار کردن جوهر درونیه. اروین یالوم میگه اصالت یعنی پایبند بودن به ارزش‌های درونی، نه قضاوت آدم. و دقیقاً همینه. حجاب میتونه یه جور قدرت درونی باشه. امنیت، وقار و عزت نفس همه توی یه انتخاب ساده. اگه از این پست خوشت اومد لایکش کن و برای بقیه ارسالش کن. چنل ما رو سابسکرایب کن و زنگوله کنارش رو بزن.